ششم سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه راننده автомашини تمغه اوپل استرا ارتیقوف سیوالی سال تولدش 1984 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت نویه جیهون به سمت نویه 5 در حدود جماعت شهرک دوستی نویه جیهون از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به کنار چپ سمت حرکت چپ شده است. در نتیجه راننده ارتیقوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ششم سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 04:00 دقیقه راننده автомашини تمغه تویوتا عمروف سیجان سال تولدش 1999 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت در کوچه عینی پایتخت از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد بیردیف عبدالقهار سال تولدش 1987 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه بیردیف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام از جانب راننده به بیمارخانه یاری تاجیلی دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.